گذشته اخبار تکان دهنده‌ای از داخل زندان‌های جمهوری اسلامی به خارج درز کرده که حاکی از شکنجه، اعدام و قتل عام هزاران زندانی سیاسی است. این اعدام‌های وحشیانه امسال به اوج خود رسیده است. در بسیاری از شهرهای ایران یکی از وحشیانه‌ترین و بی‌سابقه‌ترین اعدام‌ها در تاریخ ایران به وقوع پیوسته است. این جنایات هولناک همچون دیگر نمونه‌های ذکر شده مطابق برنامه‌های آگاهانه و به منظور نابودی نسلی از مخالفین دربند حکومت اسلامی صورت می‌گیرد که به حق می‌توان نام عملیات نسل‌کشی زندانیان سیاسی را بر آن نهاد. طی سال‌های اخیر ماشین کشتار و سرکوب اسلامی فعالانه به کار افتاده. زندان‌ها بار دیگر از زندانیان سیاسی پر شده. دادگاه‌های نمایشی برای زندانیان سیاسی به راه افتاده و شماری نیز اعدام می‌شوند. امروز دیگر اعدام‌های فردی و جمعی به بهانه‌های واهی مردم ایران را نه تنها مرعوب و وحشت زده نمی‌کند، بلکه خشم و نفرت آنها را نسبت به جمهوری اسلامی بیشتر تشدید می‌کند. زندانی‌ها اعترافات روزانه خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی در مقابل زندان‌های رژیم و همچنین اعتصاب پرشکوه و پیروزمند زندانیان سیاسی نمونه‌های برجسته مبارزه متحدانه آنهاست. سال‌هاست که دیوار اختلاف و استبداد در ایران شکاف برداشته و هر روز این شکاف عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود. بیشک مردم آگاه و مبارز ایران آمران و عاملان بیش از 3 دهه کشتار فرزندان خود را نه فراموش خواهند کرد و نه خواهند بخشید. به امید نابودی رژیم جمهوری اسلامی و آغاز روزهای روشن برای ملت ایران. مرگ بر جمهوری اسلامی.